ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. سلام و درودی به پایان بهرتان پدران و مادران، برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم. امروز تصمیم گرفتم برایتان قصه مادر پیری را نقل کنم. قصه بسیار قصه تأثیر بخش است. قصه را با دقت گوش کنید. مادر پیر چنین نقل میکند: پس از مرگ شوهر با 100 عذاب زیاد 3 پسر را تربیت کردم. سبب گرفتن علم دینیشان و ختم نمودن دانشگاه و به دست آوردن کار خوبشان گشتم و آنان را یکایک خانه‌دار نمودم. اکنون عمر خودم هم به جای رسیده بود و می دانستم که در ایام پیری به یک دستیار خوب البته محتاج خواهم گشت. البته خانه خود را داشتم و از هیچ چیز کمبودی نداشتم، اما در دم پیری البته بالای آدمی هرچی آمدنش ممکن است. پس البته دستیار خوب آن شب و روز نزد نفری به پیری رسیده بودنش خوب است. همسایه ها و خیشان می گفتند که تیارند با نوبت نزدم مانده مرا نگاه و بین نمایند، اما من می خواستم از این 3 پسر و کلین هایم یکیش در آن شب و روز در برم باشند. پس آنها را خواستم امتحان نمایم و دانم که کدام آنان با صبر و با تمکین خواهند بود، تا کدام درجه صاحب پول و مال شدنشان و کلین ها به این پسران من تأثیر خود را رسانیدند و در دم پیری به کدام این پسران و کلین ها می توانم خوش و خرسند و نیک در یک خانه زندگی نمایم. پس چنین نمودم. به خانه پسر بزرگم مهمانی رفتم. گفتم که آنها و نبیرگانم را یاد کردم و 1-2 روز می خواهم با شما بمانم. شب را چون روز نمودیم، صبح آب طهارت پرسیدم. کلینم برایم آب طهارت آورد و از پی کارهایش شد. من باشم 1 قسم آب را طهارت نمودم و 1 قسم آن را به جایگاه خوابم ریختم. پس کلین را نزدم خوانده به او گفتم: کلین، این شب نمیدانم که از چی باشد این جایگاه خوابم تر شده است و ناراحت خواب کردم. یک میدیدی این زمان دادوای کلین گرد و اطراف را فرا گرفت. کمپیر، شرم نمیداری؟ خودی حاضر این جایگاهت را گرفته میشویی و برده آفتاب میکنی. اما از این پس در خانه من این عملت را تکرار نکن. فهمیدی؟ میگوید آن لحظه پسرم از داد و وای زنش خبر گشت و نزدمان در آمد. گمان کردم طرف مرا گرفته زنش را سرزنش خواهد کرد، اما افسوس، چون از اصل واقعه با خبر گشت، سوی من با قهر و آواز بلند چنین گفت: مادر، این کارت خوب نی. همسایه ها فهمند چی میگویند؟ شما اگر بیمار باشید برده بیمارخانه خوابانمتان. سپس او زنش را آرام کنان به حجره خود برد و من در اتاق تنها ماندم. از دیگر گشتن خلق و اطوار پسرم سخت اندوهگین گشتم. هیچ چیز نگفتم و لباسهایم را غون داشته از خانه اشان بیرون شدم. همان روز به خانه پسر میانه ام رفتم. گفتم که آنها و نبیرگانم را یاد کردم و 1-2 روز میخواهم با شما مانم. این خانه پسر هم سحر از خواب خسته آب طهارت پرسیدم. آن عملی در خانه پسر کلانی نمودم را در خانه این پسرم هم تکرار نمودم و انتظار آن گشتم که پسر و کلینم چی طور این عملم را قبول خواهند کرد. چون کلین نزدم چای و خوراک نهار آورد،
و او گفتم کلین، این جایگاه خواب من یا تر بود و یا تر شده است. شب ناراحت خواب کردم. یک میدیدید. این کلین هم داد و وای کنان پسرم را به نزدش خواند و گفت این مادرت کودکان بر این جایگاهش را تر کرده است. باز شرم نداشته به من میگوید که شخص جایگاه هم را تر کرده است. شاید به کودکان من حواله دادن است گناهش را. من طاقت این عمل او را ندارم. زود مادرت را برده به خانه اش مانده بیا. پسرم هرچند سویم آواز بلند نکرده باشد هم با قیافه جدی و خشمگین سویم می نگریست و به زنش چیزی نمی گفت. سپس او به جای آن که مرا دستگیری نماید از اتاقم بیرون شد. تنها آوازش را می شنیدم که مرا سرزنش کنان زنش را آرام می کرد. ناچار لباسهایم را غون داشتم و از خانه این پسر هم بیرون شدم. همان روز به خانه پسر خرده خود رفتم و گفتم که آنها را پزمان گشته یک چند روز می خواهم با آنان بمانم. در سیمای پسر و کلینم دیدم که از آمدنم زیاد خرسند گشتند. خوراک‌های لذیذ برایم حاضر نمودند و تا دیرگاه شب با آنها و نبیرگانم بازی کردم. به اتاقی که برایم حاضر نموده بودند گذشته خواب کردم. سحرگان آن عملی که در خانه دو پسر نموده بودم در خانه این پسر هم تکرار نمودم و کلین را نزدم خوانده گفتم کلین، از چی باشد که این جایگاه خوابم تر شده است؟ شب ناراحت خواب کردم. می توانی یک ببینی؟ مادر جان، نبیره اتان شوخ است. شاید او جایگاه شما را آمده تر کرده باشد. شما غمگین نشوید، جواب گفت کلینم. من باشم دوباره خواستم او را امتحان نمایم و گفتم که نه کلین جان، یک چند روز می شود که هر شب همین طور جایگاه هم تر از خواب می خیزم. عذر می خواهم. کلینم باشد دوباره به جای آن که ناراحت شود برایم گفت مادر جان، هیچ گپ نه، زیق نشوید و از این به بعد پسرتان خبر ندهید. من البته خودم جایگاهتان را عوض کرده می شویم. این زمان پسر خرده نزدم در آمد. کلین سویم اشاره می کرد که به او از این حادثه چیزی نگوید. اما چون من می خواستم او را نیز امتحان نمایم از واقعه او را خبردار کردم. مادر جان، این کار نبیره اتان است. بعضا او جایگاهش را تر می کند. شما غمگین نشوید، جواب گفت پسرم. من باشم اصرار می کردم که نه، نبیره هم نزدم ندر آمده است و شاید خودم جایگاه را تر کرده باشم. پسر و کلینم باشند با هر گونه مثال ها از حیات مرا آرام می کردند. در آخر کلین با تبسم زیبای سویم گفت مادر جان، حتی اگر جایگاه را شما تر کرده باشید هم هیچگاه غمگین نشوید، چون من و پسرتان در برتان خواهیم بود. این قرض ما فرزندان است که شما را نگاه بین نماییم. شما یکی از درهای جنت برای ما هستید. از شنیدن این سخنان سخت خرسند گشتم. آن روز با بهانه به خانه خود برگشتم. مقدار زیاد پول داشتم. آن پولها را گرفته از مغازه جواهرات یک چند گردنبند و دستپانه و گوشوار طلایی گرفتم. روز دیگر خوراک‌های لذیذ تیار نموده پسران و کلین‌هایم را به خانه دعوت کردم. پس از خوراک خوردن رفته آن طلاواری را آوردم و گفتم میخواهم در این حیات بودنم وصیت نموده خانه و داراییم را به پسر خردیم گذارم. شما شاهد این وصیتم باشید. من البته طریق نتاریوس این وصیت‌نامه را قانونی خواهم کرد. پسران کلانی و میانم معلوم بود که از این وصیتم سخت ناراضی اند و
از این خانه و دارایی من امید داشتند، اما خاموش بودند و سوی زنان خویش می نگریستند. سپس کلین خردی خود را نزدم خواندم و آن تیلاواری را به گردن و دستان او خود گذاشته گفتم: من طی این هفته همه شما را تنها برای امتحان مهمان شدم. آب طهارت را به جایگاه خوابم ریخته خواستم شما را بینم که تا چی اندازه با صبر و با تمکین هستید. تنها این کلینم فرزندم از امتحان نمودم گذشتند و هم اجر و ثواب نیکی گرفتند. اکنون دانستم که در دوران پیریم این پسر و کلینم مرا خوب نگاه و بین نموده نخواهند گذاشت تا خوار شوم. پسران دیگر و زنهای آنها سخت پشیمان گشته بودند و درون می سوختند. این از سزای بی تربیه بودن و بی صبر و بی تمکین بودن. البته مهر و محبت من نسبت این فرزندان کم نشده است، اما افسوس احوال داشته آنها را میخورم که بجای اصلاح احوال زنان خویش آنها خود زیر تأثیر این زنان دیگرگون شدند. تنها از آن میترسم که زمان پیریشان این فرزندان و کلینهایم سزای خویش را از فرزندانشان خواهند دید. چون شاعر میگوید که از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. امروزها افسوس که صف فرزندان بیناموس و بی ایمانی که از احوال والدین بیخبرند و والدین خدمت نمی کنند، والدین را به خانه های پیران سالان می سپارند و غیره، روز به روز زیاد شده ایستاده است. گر 10-20 سال پیش ما از زندگی مردم اروپا، امریکا که والدین خود را در سال یک مرتبه خبر می گرفتند به والدین خدمت نمی کردند، والدین را به خانه های پیران سالان می سپاریدند، می شنیدیم و حیران می شدیم، اکنون امروزها همان خبرها را از بعض مردمان بیننگ و بیناموس این وطن خود می شنویم و می بینیم. بله دوستان عزیز، باید کوشش بکنیم هر یکی ما و شما که خدمتگار پدر و مادر خویش باشیم. با شما بودم بنده عبدالله. یکایک شما را از برای الله دوست می دارم. در حق بنده دعاگو باشید. باقی در امان الله پاک.